با پرزیدنت پوتین روزی سه‌شنبه گپ میزنم. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه درباره ختم جنگ 3 ساله در اوکراین گپ میزنند. ترامپ امید دارد که پوتین طرح آتش بس 30 روزه را که اوکراین به آن راضی شده است قبول میکند. ببینیم که تا کجا میتوانیم جنگ را پایان دهیم. فکر میکنم امکان خوب داریم. ترامپ در صحبت با خبرنگاران گفت با پوتین در مسئله بکی دادن نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیه و گذشت حدودی نیز گپ میزند. بله، درباره زمین گپ میزنیم. آنجا زمینی زیاد است. میدانید وضع در قیاس به پیش از جنگ خیلی فرق میکند. درباره زمین گپ میزنیم، درباره نیروگاه. این یک بحثی بزرگ است. ولی ما از پیش با اوکراین و روسیه درباره بسیار مسئله ها صحبت کرده ایم. رئیس جمهور آمریکا دقیق نگفت که کدام نیروگاه را در نظر دارد، ولی نیروگاه زاپاروژیه اوکراین بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا تحت اشغال روسیه قرار دارد. روسیه و اوکراین بارها بر سر فلاکت احتمالی از این نیروگاه همدیگر را عیبدار کردند. ولی مقامات روسیه گفتند تا انجام گفتگوی تلفنی این موضوع را شرح نمی‌دهند.